سلام بچه‌ها. با امید که صحتمند خوب و جور و آرام باشید. یک ویدیوی خیلی معلوماتی آوردیم براتون. میخوایم درباره هومستر کامبیت حرف بزنیم که چطور میتونیم هومستر کامبیت را توکن های را که جمع آوری کردیم او را با والت یا با اکانت بایننس خویش که داریم دو چطور میتونیم او را سیف کنیم تا توکن های را که جمع آوری کردیم از دست ندیم. پس میریم سر اصل موضوع، مستقیم میریم سر اکانت تلگرام خود. ما اینجا پیش از پیش هومستر کامبیت را باز کردیم، میریم سر آپشن ایردراپ. در اینجا با ما شما آپشن های زیادی را داده که میخوای با بایننس اکسچنج میتونی ویترا کنی، امرو کنکت کنی، یا اکسچنج یا با بیتا یا مثلا همچنان دیگر را، یا میتونی با یک والت مشخصی که تون کیپر است همه داره با او چی کنی. پس من میخوایم مثلا توکن های خود را با اکانت بایننس خاص ویترا کنم و در اینجا جابجاش کنم. پس میریم سر اصل موضوع. اینجا ما باز میکنم بایننس. اینجا با ما شما دو آپشن میده که از هومستر دیپوزیت آدرس است و یکی دیگه شو میمو است. پس این ما شما از کجا به دست بیاریم که تا در اینجا سیف کنیم تا ما اکانت ما با بایننس همون توکن های ما مثلا وقتی که بخوایم ویتراش کنیم با این اکانت چطور کانکت شه. پس اول باید ما شما بریم سر بایننس، اکانت بایننس خود میریم، بایننس باز میکنیم. در بایننس که آمدین اول میریم سر آپشن دیپوزیت که باز شد. باز اینجا ما شما میریم سرچ میکنیم هومستر کامبیت را که باز کردین اینجا با ما شما یک آدرس ها را باز میکنه. ما شما این را که اوپن میکنیم با شما اینجا با یک سکن کود میده با ما شما و یکی دیگه هم دیپوزیت آدرس است و دیگه شما هومستر میموس که اینا ما شما اول از اینجا دیپوزیت آدرس کپی میکنیم. دوباره میایم با تلگرام خود و اینجا ده هومستر دیپوزیت آدرس که صرف پیست میکنیم. دوباره میریم در اکانت بایننس خود و از اینجا میمو نمبر خود کپی میکنیم و دوباره میایم در اکانت تلگرام خود تا اینجا ایرا پیست کنیم. پس اینال اینجا آپشن سیف اند چوز آمد. میریم سر سیف چوز. اینا well done stay tuned with updates thanks. اینجا توکن های ما با اکانت بایننس خویش ما چی شد؟ کانکت شد. اگر میخوایی که مثلا با اکانت یا والت دیگه خود ای را کانکت بکنی یا مشکل نداره. اینجا آپشن علامت صحیح شما آمد. پس اینقدر ویدیو معلوماتی بود برای شما. امید که خوشتون بیه.